مادر جان کجا با این عجله؟ دارم میرم نماز جمعه. ولی امروز که جمعه نیست. وای خاک تو سرم. حاج آقا دیشب گولم زد بازم. شوهرتون چرا ناراحته؟ روز اول عادت ماهانه شدم، اما قصه نخوره چون در پشتی بازه. حاجی به تیپ من چند میدی؟ حقوق نگرفتم وگرنه 3 میلیون بهت میدادم. با همسرتون چه چیز مشترکی دارین؟ هر دوتامون تو یه روز ازدواج کردیم. سلام، میتونم یه مصاحبه کوتاه باهاتون داشته باشم؟ نه بابا گاییدین ما رو با این مصاحبه. اگه فامیلیت حدادی بود، اسم بچه تو چی میذاشتی؟ بیشتر از حاجی یه جوک بگو. یه مورچه میره تو جای زن میره دکتر انگشتشو میکنه که درش بیاره، زنه میگه وای دکتر نکشیش. تا میتونی به ترسونش.